هرچند نقشه به عهده گرفته خوجگاهی پختکار شهر حصار اجرا گشته باشد هم تا حال در صحرا پخته زیاد است و امروزها جمع‌آوری آن خوب جریان داشته حق چینش آن سری وقت تامین می‌گردد. باید گفت که زیاد شدن میدان کشت پخته در کارخانه واحد تعلیمی تجربی حصار شهر حصار برای پیدا شدن جای کاری موسمی برای زنان دهات مساعدت نموده است. این است که جامعه مهنتی خوجگی تجربی در سال جاری از حساب زنان خانه‌نشین زیادتر گشته است. اجرا شد علاقه نقشه ما حرکت میکنیم که تا 30 سانتی رسونیم. پخته در زمین خیلی که میبینید حاصل بسیار ما پخته چین هستند. یا خوبیش همین که سری وقت پولی هم پخته بگو وقتی هم در سری ترازو کشیدن پولشون در دستشون نقد میگیرن. نمی حساب کتی پخته چین هم بسیار کارگرم سری وقت ذوقی کار میکنن و خوراک گرم هم وقتش تشکیل میکنیم در سری زمین ها. راهبر کارخانه مذکور مبارک فیضلایف قید می‌نماید که برای جمع‌آوری پخته کارگران پیشقدم همیشه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و کارخانه با تحفه‌های مالی و پولی قدردانی کرده می‌شوند. از نتیجه کار دیده هر 20 روزه جنبش کرده مکافات با هم خوجگی میتیان با کارگران میتیان. اینم به هوسمند کنی از طرف حکومت به خوب است. این سال ما اگر 75 هکتار کرده باشیم سال آینده در نقشه داریم که همین یک برابر زیاد کنیم با 150 هکتار میرسونیم. کشاورزان کارخانه واحد تعلیمی تجربی شهر حصار که اساساً با توسعه عالمان دانشگاه اگری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور کشت و پرورش تخم زراعت‌های تجربی را برا میماند، امسال بار نخست به پرورش قلفینه شروع نموده است. یعنی برای تجربه برای آینده زیاد کردن نیهول همین قلفینه سورت آمریکایی برای زیاد کردن یعنی خب وقتی که حاصلی نه حاصلی خوب که سال تا 10-15 روزه باید مان کردن ممکنه اینا. همین حساب قطرگی منش گذراندگی من علاقه 10 روز شد من برق کرده همین حساب ما زیاد میکنیم. سرصاحب بودن در روند خوجگیداری افضلیت‌های خود را دارد. دهقان کارخانه واحد تعلیمی تجربی نزد دانشگاه اگری تاجیکستان در شهر حصار این روند فعالیت کشاورزی را انتخاب نموده با کامیابی‌های استحصالی نایل گردیده است. اهل زحمت در نزد خود تنها یک مقصد دارند، موسم امسال را با نشان دهنده‌های بلند استحصالی جنبست نموده در غنی گرداندن بازار داخلی مملکت سهم ارزنده گذارند.